تاجک ها یکی از قوم های آریایی هستند. مردم شجاع، متمدن و دارای تاریخ پر افتخار هستند. معنی تاجک مردم تاجدار معنی می دهد. تاجک قوم بومی یعنی اصلی خراسان بزرگ یعنی افغانستان امروزی هستند که 43% افغانستان را، 90% تاجکستان را، 15% ازبکستان را، 2% چین را و 90% ایران را تشکیل می دهند. زبانشان فارسی می باشد. تاجک ها با فارس ها، کرد ها، لر ها و دیگر اقوام آریایی همتبار هستند. تاجک ها مردمان شهرنشین هستند و پیش اکثریتشان شاد بازرگانی و تجارت می باشد. مردم تاجک در سال 21 هجری 642 میلادی توسط حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به دین مقدس اسلام مشرف شدند و تمام مردم تاجک مسلمان هستند. شاعران معروف تاجک ها عبارتند از رودکی، حنظله، بادغیسی، مولانای بلخی، بیتاب، خواجه عبدالله انصاری، فراخی سیستانی، ناصر خسرو بلخی، جامی، رابعه بلخی، ابوالقاسم فردوسی، سنایی غزنوی، بیدل، اشقری و قهار آسی می باشد. اولین کسانی که بنیاد جمهوری اسلامی را در افغانستان گذاشتند تاجک ها بودند، مانند شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی و شهید ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بودند. شخصیت های بزرگ اسلامی تاجک ها عبارتند از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام بخاری، امام ترمذی، فاضل بیگ، ابو داود، ابو مسلم خراسانی و دیگران می باشند. شخصیت های تاریخی و علمی تاجک ها مولانای بلخی، ابو علی سینای بلخی، فاضل بیگ، ابو عبید جوزجانی، الغزالی، حکیم سنایی غزنوی، البیرونی، خواجه عبدالله انصاری، الفارابی و دیگران می باشند که به نام‌های مولانای بلخی، الفارابی و ابو علی سینای بلخی در سراسر جهان ده‌ها دانشگاه‌ها هست و کتاب‌های آنها در سراسر جهان تدریس هم می‌شوند. مردم تاجک با چندین متجاوزین خارجی جنگیدند و از وطن خود دفاع کردند که عبارتند از اسکندر مقدونی یعنی یونانی‌ها، چنگیزخان یعنی منگول‌ها، انگلیس‌ها، روس‌ها و پاکستان. تاجیک‌ها از 5300 سال در سرزمین آریانا یعنی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی حاکمیت و تاریخ و تمدن دارند. حاکمیت تاجکان بعد از اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد و بریتانوی ترس که از قدرت تاجکان داشتن دیگر نگذاشتند تاجکان حاکم باشند، چون تاجکان غلامی را قبول نمی کنند و کس سرخم نمی کنند. تاجکان همیشه به زور خود حکومت کردند، نه به زور بریتانیا، روس، پاکستان و یا آمریکا. امپراتوری های مشهور تاجکان در آریانای بزرگ یعنی افغانستان امروزی قبل از اسلام عبارت بودن هست: مادها، اخامنشیها، نیا ایلامی، سکاها، کیانیان بلخ، کنداهراها، یفتلیها، پیشدادیان، اسپها، تخاریان، کوشانیها، موندیگک، اشکانیان، پارتها، ساسانیها و کیداریان می باشد. امپراتوری های مشهور تاجکان در خراسان بزرگ یعنی افغانستان بعد از آمدن دین مبین اسلام عبارتند از سامانیان، صفاریان، کرتیان، طاهریان و غوریان می باشد. و این هم فهرست قهرمانان و بزرگان تاجکان و خراسان بزرگ یعنی افغانستان امروزی: اسماعیل سامانی، یعقوب لیث صفاری، خالد ابن برمک، طاهر بن حسین پوشنجی، ابو مسلم خراسانی، غازی فاضل بیگ، شهاب الدین غوری، ابو بکر کرتیان، میر بچه خان کودامنی، میر مجیدی خان کوهستانی، حبیب رحمان نجرابی، طاهر بدخشی، مجید کلکانی و قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود. تاجکان به اسلام بی‌حد احترام دارند. ابو مسلم خراسانی و خالد ابن برمک به خاطر کامیابی حکومت اسلامی عباسیان در خراسان بزرگ زیاد جهاد کردند. اولین کسانی که علیه تجاوز بریتانیا جهاد کردند میر بچه خان و میر مجیدی خان بودند. اولین کسانی که علیه حکومت کمونیستی و تجاوز شوروی سابق جهاد کردند تاجکان بودند، مانند احمد شاه مسعود قهرمان ملی. در اخیر زاده تاجکم سر به آسمان دارم.